تفریقه بین تاجیکا، بین ملت. خب ما تفریقه بین یک چیزی بتون می شود، یک چیزی که یگانه بود و باعث پراکندگی شد. خب شاید 1000 سال پیش یک قوم واحد بودیم، او وقت هنوز ملت نبود، شاید قوم واحد بودیم، لیکن طول چندین صد ساله ها ما یک قوم واحد نبودیم و چون ما در زیر سلطه آخران 100 ساله در زیر سلطه بیگانگان بودیم، ما البته که ملت شدن در آن شرایط ملت شدن امکانمون نبود و چون به استقلالیت رسیدیم، چیزی که در خاطرم است از بازسازی گرباچووی تا به سر قدرت آمدن رحمانوف، طول 6 سال ملت خیلی شکل گرفت، ملت خیلی متحد شده. همین متحدی ملت باعث پیدایش قانون زبان دولتی شد. همین بیداری و متحدی ملت بود که به میدان برای استقلالیت یکی از اولین ها شده. بعد جمهوری بالتیک، ساحل بالتیک ما بر اومده و اولین شده در بین دولت های خب مشترک المنافع. ما گفتیم که ما اسعار ملی خود را وارد میکنیم، یعنی با نظام یگانه روبل روسی مقابلت نشان دادیم. یعنی این بود نتیجه شروع ملت سازی ما و ما که سال 92 از هم پاش خوردیم. ما در وقت استقلالیت نیاز به یک دولت ملی داشتیم که متاسفانه اون را ما شکل دادن نتوانستیم، محض به خاطر آن که در طول تا آمدن همین بازسازی و آزادی نسبی ما وقت کافی نداشتیم برای ملت شدن. حاضر شاید بعضی ها بگوین که چرا قرغیز نشد، ازبک نشد، نمیدونم دیگرها به همین چیز تقدیر اونها دیگر خیل شد. اگر تاجیک همین قسمت تلخ تاجیک و چچن و گرجی نمی بود، باور کنید بجای ما یا ازبک، قرغیز، قزاق می بود. یعنی ما به خاطر آن که در ملت سازی کمی چند گام پیش بودیم، متاسفانه این باعث شد که ما با ضدیت امپریا ابرقدرت روبرو شدیم و در این ضدیت ما شکست خوردیم، یعنی سرکوب شدیم. بله، سرکوب شدیم. و ما تصور کنید که بعضی ها دعوا دارن که در 70 سال ما ملت شدیم یا پیش از اون ملت بودیم. ببینید سال 92 یک چیز رو مسلم کرد که تاجیک یگان نهاد، یعنی با گفتی اروپایی یگان اینستیتوتی شکل گرفتن ایرو نداشته. حتی همون حزب 70 ساله کمونیستی در یک دم در یک آن به منطقه ها تقسیم شد. کمونیست بدخشانی شد، کمونیست گلابی شد، کمونیست خب لنین آبادی شد، کمونیست غرمی شد. کمونیست همون اینستیتوت 70 و چند ساله ما اینستیتوت ملی نشد. درباره دیگر نهادها یعنی اینستیتوت ها حاجت گپ هم نیست. و این روز تا به همین روز بیایم ما یگان نهاد، اگر من چند سال پیش یک خارجی آمد در بدخشان، من که رئیس حزب سوسیال دموکرات بودم،
یک مصاحبه انجام داد و همین درباره کدام گروه های سیاسی قدرتمندتر هستند و کدامش چه نیروها است. من همین خیلی پاسخ دادم که بله جانبداران دموکراطی و لیبرالیسم بیشترند در تاجیکستان، یعنی جانبداران سوسیال دموکرات و دموکرات بیشترند، لیکن نهاد یگانه نهاد که تاجیکستان تا به همین روز در تاجیکستان یگانه حزبی که نهادینه عمل میکند این حزب نهضت اسلام است که یک نهاد بنیاد کرده است. سوسیال دموکرات جانبدار زیاد دارد، نهاد ندارد. دموکرات جانبدار زیاد دارد، نهاد ندارد. کمونیست حتی نهاد ندارد، یعنی یک نهادینه. و این نهاده که شکل گرفت نهاد نهضت اسلام، این هم به خاطر نام اسلام بودن در این حزب بود. فقط یگانه همین نام اسلام بودن در همین حزب باعث شد که مردم بیایند و به خاطر ایدئولوژیک همه دیگر جا طلبی هاشون را صرف نظر کنند. امروز ما چه داریم؟ اما ضدیتی که امروز در بین روشنفکران تاجیک است، روشنفکران را من امانای میگویم که در مقابل، من نمیگویم که حتما در مقابل حکومت باشد، نه، حکومتی که در دولتی که حکومت خودکامه حکمران است، روشنفکر نمیتواند جانبدار حکومت باشد. اگر او جانبدار حکومت است، او روشنفکر دیگر نیست. بله. روشنفکر میتواند حتی روح افتاده شده باشد و به یگان چیز دخیل نشود، نه به حکومت نه به مخالف، که چنین روشنفکران را زیاد دارد در تاجیکستان که خیلی نامید و خب رویشان شکسته است و اونها به یگان کس اعتماد ندارند، نه اینش قبول دارند نه ویش. یعنی اونها به آینده این ملت ناامید شدند از آینده این ملت و امان زندگی آرام خود را برده ایستادند. لیکن در بین روشنفکرهای فعال که آنها کم نیستند و در مقابل رژیم خودکامه سخنهای میگویند دیگر در بین اینها اتحاد نیست. چرا که ملت نیست. ببینید اگر ملت می بود امروز به خاطر خانه صدرالدین عینی و دیروز به خاطر تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یا تئاتر مایاکوفسکی یا حتی بنای پاچته تلکام تاجیکستان، به خاطر همه همین چیز پرزیدنتی چی میگن قصر پرزیدنتی، به خاطر همه همین یادگاری ها تاریخی ما باید نگاه نمی کردیم که چی گفت. ما نگاه میکنیم که خب مادامی که فلانی همین موقع را گرفت، من باید آرام باشم که مرا از جانبداران او نگوید. این به همه دخل دارد، به خود من هستند. مثال در بین همین عذر متاسفانه من اونها را عیبدار میدونم، شاید اونها مرا عیبدار میدونن. در بین روشنفکران تاجیک هستند چهره هایی که خب او که امون ایده را گفت او بهترین هم باشد، او حق هم باشد، من او را صرف نظر کردم میگذارم، چون که من نمیخواهم با این شخص یگان عمومیت داشته باشم. تصور کنید. و 2 روز پیش در شبکه ها هممون شاهد حال بودیم که چه داد و گرفت بین همین روشنفکران ملت شد و این اولین و آخرین بار نیست. متاسفانه من در در برنامه هم اینه گفتم و باز تکرار میکنم که
متاسفانه اگر ما امین صد را از راهمون نبرداریم، اگر امین کبرمان رو لجام نزنیم، اگر ما امین خودخواهی را نتوانیم از بین بریم، باور کنید یگان نیروی در بین تاجیکان نیست که به تنهایی قادر یک بهبودی بخشیدن به وضع ملت بوده باشد، قادر بوده باشد. یعنی ما نمیتوانیم در تنهایی پیمان ملی تاجیکستان باشد، یگان گروه دیگر باشد. برادرانی که حتی نهاد برایشان نساختند و مطمئنند که یک شخص به پای خودش یک حزب یا یک کار یک حتی کالیچه رو یک شخص که او شخص فوق العاده هست میتواند در تنهایی یک حزب رو معرفی کند. چنین سخنها را ما هنوز در تاجیکستان بودن و شنیده ایم. از اعضای حزب سوسیال دموکرات هم آدمایی بودن که گفتن که من به پای خود یک حزب هستم، شما به من نیاز دارید، من به شما نیاز ندارم. همین خیلی چهره ها هستند. خیلی خرسند هستم چون این جا طلبی باید انسان داشته باشد. انسان که به سیاست یا به چیز دست زد اگر جا طلب نباشد از او یگان امید نیست. جا طلبی باشد لیکن تکبر نباشد. ما جا طلبی و تکبر رو کمی چیز میکنیم، ارلش میکنیم و در جای تکبر را جا طلبی میگوییم، یعنی امبیچه. جا طلبی شاید خودش هم بعضی تاجیکا همین جا طلبی که میگویم شاید این را همچون تکبر قلمداد کنن که این چنین نیست. جا طلبی این منفی نیست، یعنی امبیچه باید باشد، انسان باید امبیچه داشته باشد لیکن کبر نباید داشته باشد. و این کبر و خودخواهی و بخیلی ملت تاجیک را اجازه نمیده که این ملت شود. من نمیخواهم که با شوکت یک چیز منفی دارد، یک نمیدونم به گفت انگلیسو بکگراند منفی دارد، ولی امروز در راهی در سنگر حقیقت است، در سنگر درست است. من به خاطر آن که این شوکت است من در این سنگر وارد نمیشم و هر یکمون به پای خودمون میخواهیم که تا آن دمی که همین رژیم خودکامه از حاکمیت نرود ملت سازی شروع نمیشود. همین رو درک کنید، شروع نمیشود. از کجا شروع شود؟ نشان داده شده است که ملت سازی ضرر دارد، قبیله سازی فایده دارد. امروز امان حتی ملت چیای ما امروز قوم پرست هستند و یا ملتچی نیستند و یا در تاجیکستان میآیند و میگن چشما تنگ هستند، نمیدونم چیت و چهره رویت بین تو تاجیک نیستی. یعنی تاجیکیت را در خون و در قومیت میدونند. برای من چنین تاجیکستان را میخواهم، چنین ملت را میخواهم که قرغیزی در تاجیکستان زندگی من تاجیک باشد، ازبک در تاجیکستان زندگی میکردگی من تاجیک باشد و با افتخار خود را تاجیک بگوید. لیکن ما که امروز میآییم هر روز به یکدیگر نشان میدیم که خب چهره رویت ببین، نمیدونم چی تا ببین. حتی در مخالفت هم آدمای بودن که پیشتر میگفتن که فلانی رحمانوف قرلوق است و نمیدونم کدامش لقای است. من مشکل با قرلوق و لقای ندارم، من افتخار دارم اگر یک قرلوق لیدر اپوزیسیون شود، یک لقای لیدر اپوزیسیون شود.
من سربازش میشوم، من سپاهیش میشوم، از قفاش بیرق بردارد، من از قفاش میروم تا همین حکومت خودکامه ضد ملی را از بین برم. بله